وقتی خدا بخواد یه آدم رو قدرتمند کنه، اول نمیاد تاج بذاره رو سرش، بلکه اول اون آدم رو میشکنه. خدا آروم آروم راحتیاشو ازش میگیره، برنامه‌هاشو به هم میزنه تا فقط اون چیزی که واقعیه بمونه. این تنبیه نیست، آموزشه. درد نمیاد که نابودت کنه، درد میاد تا اون قسمت ضعیف تو رو قوی تر کنه، تا بتونی مسیر پیش روت رو به دوش بکشی. هر روز بد، هر خیانت، هر دلشکستگی، همش خداست که داره تیکه تیکه تو رو میسازه. تو داخل راحتی رشد نمی کنی، تو وسط آشوب رشد می کنی. همین فشاری که الان فکر می کنی داره خوردت می کنه، همینه که بعداً غیر قابل توقفت می کنه. وقتی زانو زدی و فکر کردی همه چی تمومه، بدون که این پایان نیست، این شروع دوباره است. اکثر آدما وقتی درد میکشن جا میزنن، اما آدمهای انتخاب شده از دل آتیش رد میشن.